سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. من امروز اومدم بهتون آموزش زیرنویس کردن بازی ها، در واقع زیرنویس فارسی بازی ها. خب بالاخره یکی زبان انگلیسی بلد نیست، نمیتونه خوب بازی کنه، نمیفهمه داستان بازی و مثلا نمیفهمه چیکار داره میکنه تو بازی، فقط داره بازی میکنه. امروز اومدم زیرنویس فارسی رو بهتون آموزش بدم برای هر بازی، یکی دوتا بازی هم برای تمام بازی ها، هر بازی که بخواید میشه. و امروز میخوایم که آموزش 0 تا 100 زیرنویس کردن تمام بازی ها رو براتون بذارم. ما دو مدل زیرنویس داریم، این دوتا سایت هم براتون میذارم، فارسی سازه، تو کامنت ها، قسمت کامنت ها براتون میذارم. و دوستان حتما ما رو حمایت کنید، سابسکرایب کنید، خیلی واجبه. لایک کامنت یادتون نره. خب اینجا فارسی سازه دوتا سایت داره. حالا این سایت اولی شما میدیم، هم به صورت پولی هم مثلا به صورت رایگان میتونید بخرید. مثلا ما میزنیم The Last of Us، اینجا که سرچ کنید میاره، هم پولی دارن هم به صورت رایگان. مثلا اینجا رایگانه، Last of Us بازیش به صورت رایگانه. حالا اینا هم هستن به صورت پولی. واقعا به نظر من اینجا مثلا زده سر 19,000 تومان، 69 تومان، 65 تومان، 59 تومان. گاداوار هم PS4 داره هم PC، ولی PC رو بیشتر چیز میکنم من، بیشتر برای PCه. مثلا PS4 دستاوا 35 تومان. واقعا میارزه، چون واقعا داستان بازی رو میفهمیم داریم چی کار میکنیم. 9,000 تومان، 29,000 تومان، 19,000 تومان. خلاصه میتونید اینجا بزنید روش، افزودن به سبد خرید، پول که واریز کنید، یه فایل میده، اونو دانلود میکنید و اگه خوشتون بیاد همیشه میتونید این ست خرید کنید. حالا بعضی از سایت هم هستن که به صورت پولی هن. به صورت رایگان هم، ببخشید. این مثلا هم رایگان داشتن پولی. مثلا میزنیم دانلود زیرنویس فارسی بازی مثلا دیزگان میزنیم ما. دیزگان سایت اول پارسی گیم، فارسی ساز دیزگان. دانلود زیرنویس فارسی دیزگان، همه چیشو زده به صورت رایگان. دقیقا رایگانه. من خودم دیزگان رو بازی میکنم با زیرنویس همین، واقعا هم راضیم. حالا زیرنویس فایلش رو دانلود میکنید. اینجا زده دانلود زیرنویس فارسی با لینک مستقیم. 15 مگابایت هم هست، حجم زیادی نداره، بعضیش اصلا 2 مگابایته. خب ما دانلودش میکنیم، میاد اینجا، ما میفرستیمش تو درایو دی اگه یاری کنه دی. خب زیرنویس فارسی اینجا اکسترکتش میکنیم، کلیک راست، بعد اکسترکت هیر، یه فایل میاد بالا، کلیک راست میکنیم، نوشته دیزگان پرشین ساب تایل، همچین چیزی. سایت پارسی گیم هم هست. اینجا ران میکنیم، فارسی اینجا توضیح میده، میگه اوکی، نکست رو میزنیم. اینجا دقیقا باید بگید تو کجا، تو چه فایلی بازی رو گذاشتید. حتما اول بازی رو دانلود کنید، بازی رو تو چه فایلی گذاشتید و فایل رو مثلا میگی درایو ای، مثال دارم میزنم درایو ای توی دیزگان، بزنم دیزگان، اینجا میزنی، اوکی رو میزنید، فایل که اومد اینجا نکست رو میزنید، بعد خودش به صورت فارسی میشه. میایم بیرون ما، چون من یه بار چیز کردم، فارسی کردم، خود بازی به صورت فارسی براتون میاره. بذار برم تو بازی، من یه نگاهی هم تو بازی کنید ببینید چجوریه. حالا خلاصه دیزگانو بهتون میگم، بازی خیلی قشنگه. اگه خواستید حتما میتونیم ویدیوشو براتون بذارم، تو کامنت ها بگید.
دوستان اینه، الان دیگه لود میشه میره تو بازی. بهتون نشون بدم که همه چیز زیرنویس فارسی دیگه درست شد. در واقع دکمه رو فشار دهید، بازی کلا فارسی شد. به همین راحتی بود. بازم اگه سوالی داشتید میتونید تو کامنت ها بنویسید، حتما جوابتون رو میدم. خب به پایان ویدیو رسیدیم. خیلی ممنون که تا اینجا حمایت کردید، تا اینجا ویدیوی من دیدید. از این به بعد هر خواسته داشتید یا هر بازی خواستید دانلود کنید، آموزش رو بگید براتون میذارم، یا هر بازی بگید براتون انجام بدیم. دمتون گرم. تا ویدیو بعد، خداحافظ.